بگا میرم داداشی صحبت بخیر. داریم با بچه ها میریم مسافرت، میریم سمت باغماق و اینا، یه 3-4 روز تعطیلات اشغال کنیم، صفای زیاد. الان با امیرحسین داریم میریم یه سری خرید کنیم که بعدش بریم سمت باغ. حل چشاته داداش. بزن بریم ببینیم کیا میخریم و خرید کنیم. عصرم راه میافتیم میریم. به خودتون باشین، باباتونم ببوسین. چونگلم بای من. آقای کلش کیریه. چرا؟ با من مشخص خیلی کلش کیریه. خرید کنیم فامیلی. داش ما کسخلیم. من به شخصی جدی من کسخلا دوره هم جمع شدیم، کسخلا بازی در میاریم عشق میکنیم. ولی خوش میزه کسکلک خواه برده. بزن بریم. عشق امیر جان عشق. سلام سلطان. سلام داداش. بجور برش آوردم این پشمشته آدم میدونی این قد کتولاش هستی دارم من آقا جاکش گل کتوله. نه من خودم شخصا قد بودم بدم میاد جدی. بزن بریم. آقا ما شاید تو 3 دقیقه واقعا 3 دقیقه کل خرید رو کردیم. باز باباها رو الان درک کردیم. از مثلا هایپر رو پیدا کنم آقا اومده هایپرینا میایم بیرون. بابا میگه چیه این شد 3 تومن، چیه این شد 5 تومن. همین یه ذره 10 تا دونه چیپس، 2 تا آبالبالو 15 تا چیپس داریم کلی همونم میداریم. من گفتم آجه این شده 500 تومن ولی دیگه خریدیم. نوش جون آقا پارسا، اگه این ویدیو رو می‌بینی گواره وجوده. ما بخیلت نیستیم آقا، پشم داری تو جلو فامیلات می‌کنی ولی پولش رو ازت می‌گیری. کیر منم نیستی. ببخشینو. بزن بریم. Let's go! جوان ایرانی. سلام. 2 تا کلو گوش. کرد کابل دیگه. آقا بزن بریم. من صبحم گرفتم. گرفتی؟ برو بریم یه ته‌بندی کنیم و دودی بگیریم. من ایستی روی ترازو رفیق منی که 5 ساله یه شب خونه آقام نرفتم. چه روزایی گذشت با تو یادم یادت چقدر بهم میگفتی با تو دارمش. من جوونیمو گاییدمت کادو دادمش. روزگاری خواد بهم خیر برسونی تو امانت کن. تکونتون میدم مثل مورایی همونم که گیر کرد. آقا ساعت چنده؟ 5 ما شروع حرکت کردیم. Let's go! ببخشینو. ای چه اینو داری که؟ بی پلنه. بزن بریم. Let's go. گذاشتی حالت خودم من قلب داشتی یکی اومد که میخورم از خودی چرا شدی توی که گفتی بهت هستی گفتم به من گفتی که این رابطه تشه گفتم نگیر سختا که زندگیم ساده تر شه گفتم نگیر سختا که زندگیم ساده تر شه
افتادیم تو جاده رد شدی ازم من بد شدم حتی با خودم آوارسا آواز همه جان سلطان بزنم اگه این مثل برکشید اگه نشد که مثل هم بشید بدون یه دیواره منتظرته یه گوشه توی قلبشی اگه میمونه حرفی هست بگی آخر قصه تشکی داداش سینماتیکو خراب کردم یه دقیقه بایزا آقا کیرتو کونت بره که یه فکته پسرها با هم میرن بیرون دوردار اینطوری میشینه یکی برعکس میشینه که رخ تو رخ صحبت خب تا اینجا نظر تو چیه راجع مسافر؟ اشغال شفاسی خیلی بود چوسی یکی چوسی هیچ کس هم گردن نگرفت نیم ساعت ماشین بود چوسی رفته تو تار و پود ماشین تو صندلی ها بوش آد قرشن ویب میکشیم خیلی زندگی همینه اگه آجی مسافرت رفاقتیه چیز دیگر بزا آقا برسا همین حسین شا بزا صدام گرفته انقدر داده بیدان شد دوتا یا درایوه خدنگ و خدنگ پاوت آقا اینترنتی برام خواهی مشکل نداره تو چقدر نمکی کونی یعقوب میتونی برداشت کنی اما یابو بزنم با خودم خودمون بعضی موقع خودمون خجالت میکشیم من اینجا رو به تماشاشی ها کلاس بگیر کونی توی کونی هستی بیشتر از این نیستی کونی من دیگه برسیم قدر زونه جنی دستا من نگیر برو بمیر تو به من نامرمی یه ذره بیاین این یوتیوبر چوسی ها ویدیو بگیرید بچه ها ویز زدیم حدود 15 مین دیگه میرسه داداش میزنم برای جانم سر آیفون یه چیز قاطیه ما اصلا نمای آیفون هستیم آره چشم ببین زمین ها رو فروختم یه روز بهت بدم آره چک میدم خود شر نه موسیا تو شهر
شخصی شاخوجی دقیقه شاخ 20 میلیون شاخ موسیقی این امام علی شدم Steine fein Steine deine Ja man موسیقی Deine fein این چه سیاهی Steine dollar $20,000 چی میگه کون Fucking joking man کون بچه فلسطینی $20,000 کون بچه فلسطینی No جاکش گوه میخوری نگاه اوکی اصلا داشت شیشه رو بدم پایین به خودش بده بخوای زیاد بلند پروازی بکنی به ناموسم پراد قیشی میکنم. اوکی man اوکی دست تو بردار دستش رو لوگوه See you soon اوکی man اوکی بای گرفتمش کسکش نمیخواد خودشو باخت بده تو ویدیو ولی من میگیرمش دوست داری نوکشو اینطوری بذار من نوکشو بخورم دستی نه بابا میخوام نوک دستی رو بخورم آریان کیرم آریان برای یه پارتوفمون نشه چقدر زونه جنی دست من نگیر برو بمیر تو به من نامرمی ما هنون نرسیدیم هیچ خبری هم نیست صوبریم ببین پارت آقا کارو بگیر الان من دیدی مرد گوزو هرمساق لاشگوش ببخشید بیادبی نمیکنم بالا تو میچینم ما رسیدیم آب میکنم پرواز تیزه کسخله ریزه یه دستم تو دست بچه یه دستم کانابیس زرش لنگ تو حال تک کونه همه رو دید این کیرا که میگوزی اصلا نمیاد بسیشه عباس من گوله دار دستم سندو و یادت باشه نخوره به تن من تنتو کیرتم کردی مگه نداری جمعشو یو دم خودتو میبرم دایمم نه تو به وقت ورود آقا دروازه های زندگی روتون باز شه دروازه ایشالا دروازه خوشبختی چیزی برو ته باشه این گوشه موشه میان کونم کونی سلیته برا کن داداش چیو؟ داداش ما با اون تورچ طلا میسازیم آقا مرسا بیا اینجا میخواستم صورت تولی یه دست بیلیارد میزنیم شارت سره بلاد اینجا خونه بلاده فهمیدی؟ ولی یه منتظر یه بیلیارد شرطی باشی باید تو لافاقی بگیر اگه واسه اینجا شد همیشه دلم میکردن استرا من دوستشون داشتم اونا ازدواج دیگه هیچ وقت خود نشدم من ولی جمع کردن در دو زندا داره آروم میکشتم قاتله زندگی این مسابقه اینو کیلشونه چقدر بارسته رفیقاده این موجودی کارت درخم لش کردیم تخته بازی میکنیم آقا کباب داری یا چی؟ لخت امیر قشنگه موساله چرا میگی آقا ما خواب بودیم این کسکش ساعتو بگی وایسا کسکش کسکش هشمر کسکش تبری سمکی شارش نمو شده بودن
ما خواب بودیم، من و پارسا مرده بودیم. آقا حالا تبر میزنه یا واقعا دیده، ما در جریان نیستیم، قضاوت نمی‌کنیم. داداش یه صدایی میاد به قرآن، منم دیگه چیز شد. اومد بالا سر من یا گفت آریا پاشو دزد اومده. حالا فکر کن من و این دوتا زیقی به درد نخور با دوتا سیخه جیگری رفتیم تو حیاط دزده رو بزنیم به طور مثلا. من برگشتیم به این میگی این کسخل شده. اگه خوابش منم عجیب، من طوری خوابیده بودم که فکر میکردم مثلا من ساعت 10:30 خوابیدم، فکر میکردم ساعت 3 و 4 صبح. از خوابا که ارو خستگی بیهوش میشی، اصلا نمیفهمی که مرده بودیم، واقعا مرده بودیم. بعد دار مهندس رو بگی، آقای مهندس اکبری، آقای گودرزی. آقای گودرزی یه مرد سیاه‌پوش شدی. آقا امیر حسین بگو گو خورد. این هم ته شاپو. فرامرز کونی، فرامرز. ریده بودیم، واقعا ریده بودیم. ما رفتیم تو حیاط دزده رو بزنیم به طور مثال. من یه لحظه به سرم زد داداش اینجا تهران نیست دزد بیاد بعد آدم ببینه فرار کنه. اینجا 5 تا چیز کلوف و غم قد داره میریزن تو باغ. و ما با 2 تا سیخ جیگری یا جلو کاسکش مثلا یه وضع سمی بود. خلاصی گفتم اینو باهاتون بگم در جریان باشین از اتفاقات سفرمون. بعد الان دیوونه شدیم دیگه نمیذاریم اونم بخوابه. داشته میخوابیده اون صحنه رو دیده یه مرد سیاه‌پوشی پشت پنجره. بزن مگه میشه که بخوام برم، مگه میشه تو رو برم یادم، مگه میتونم تا برم یا بالا مگه میشه که بخوام برم، مگه میشه تو رو برم یادم، مگه میتونم تا برم، مگه ندادی شما رو برم، مگه نباشم تسی تو برم، مگه تم شد من با تو ساعت 1:25 دقیقه. تو بگا میرم الان میکوبه پاسا دوربینه. دوربین جانه بیا جلو، بیا تو قدم، بیا تو خوابم. منو یاد تو هر شب الان تنگ نفسم، منو سندی تو دارم دیگه توی حالم نمیز آدم دیگه طاقت ندارم
قبل خواب اینو ذکر کنم، ما فردا یه سری مهمون میاد و فردا ما یه مقداری سفت و سخت‌تر میبینید، ولی میبینید خیالتون نباشه، ولی یه مقدار جمع و جورتر. امشب باید دست ندیم، امشب شب مجردی میمونیم بهتره کنیم رسما. داشتیم میخوابیدیم البته، ولی بیداریم دیگه. ها پارسا کجا بودی؟ والا وضعیت ایران والا داداش همین داداش میان تو گونی میبرن. نه میذارم من خودم ارتشی هم داداش میذارم آب بریزی؟ امیر پاشو دوز اومده. بابا یه یارو سیاه‌پوست دوزو کنی تو کشون چی بکنم تو کشونش پاشو سیخ جیگر یه سیاه‌پوسته اومده میگه نگه داستان شما دیگه میدونی خوبه، همشو دارم واسهتون میگیرم. من چیز شد سریال ویدیو شد. منظورم رو میفهمی؟ آره احتمالاً 2 پارت میشه. دو پارت بعدی از اینقدر بالا من یه یزیدم. خب من که بابا قد کنی من رو حد من میگیرم. سیاست داشتی بزن بریم. آقا سلام، ما دیگه داریم میخوابیم، فردا ادامه ویدیو رو واسهتون میگیرم. البته فردا رو میذارم تو پارت 2 چون امروز خیلی ویدیو گرفتیم. فردا بره تو پارت 2. شبتون بخیر.